با فرانک سلاک آشنا بشین. یه پیرمرد که توی کرواسی به دنیا اومده و زندگی کرده و معلم موسیقی بوده. فرانک یا میتونه خوششانس‌ترین انسانی که زندگی کرده باشه یا بسته به دیدگاه شما بدشانس‌ترین. قصه عجیب و باور نکردنی اون برمیگرده به یه روز زمستونی توی سال 1962. در حین سفر تو قطاری که از سارایوو به سمت دوبرونیک در حال حرکت بود، قطار از ریل خودش خارج شد و به سمت دریاچه یخزده سقوط کرد. در حالی که تمام مسافرها یا جون خودشون رو در حین حادثه از دست دادن یا تو دریاچه غرق شدن، فرانک فقط دستش شکست و تونست با شرایطی که داشت سمت خشکی شنا کنه. این اتفاق بدون اینکه فرانک بدونه نقطه آغازی بود برای اتفاقات و حوادث 40 سال بعدی. 1 سال بعد از حادثه، وقتی فرانک با یه هواپیمای کوچیک به سمت ریکا در حال سفر بود، نوبت حادثه دوم شد و هر دو تا موتور هواپیما توی هوا از کار افتادن. فشار کابین افتاد و هواپیما شروع به از دست دادن ارتفاع کرد. شاید فکر می‌کنید این میتونه بدترین اتفاقی باشه که میفته، اما اشتباه می‌کنید. وقتی هواپیما در حال سقوط بود، در اضطراری هواپیما بر حسب خطا باز شد و فرانک بیچاره به بیرون پرت شد. فرانک بدون چتر نجات وقتی به سمت زمین حرکت میکرد، توی این فکر بود که داره آخرین لحظات زندگیش رو سپری میکنه. در شرایطی که هواپیما روی تپه سقوط کرد و هر 19 سرنشینشون خودشون رو از دست دادن، فرانک روی انبار کاه افتاد و تونست با چند تا خراش سطحی جون سالم به در ببره. 2 سال بعد دوباره فرانک با مرگ روبرو شد. این بار وقتی با یه اتوبوس در حال سفر بود، لاستیکا روی یخ لیز خوردن و اتوبوس راهی دره شد. 4 نفر مردن و فرانک دوباره نجات پیدا کرد. از اون به بعد فرانک بیشتر با ماشین شخصی خودش شروع به مسافرت کرد، اما اینم چیزی رو تغییر نداد. توی سال 1970 موتور ماشینش آتیش گرفت، اما فرانک قبل از اینکه ماشین منفجر بشه خودش رو به بیرون انداخت. 3 سال بعد با مشکلی که توی پمپ سوخت ماشین به وجود اومد، ماشین دوباره آتیش گرفت. اما این بار شعله‌ها از دریچه‌های داخل اتاق مستقیم به صورت فرانک برخورد کردند. هر جوری که بود، فرانک از این اتفاق هم سالم بیرون اومد. توی 1995 یه اتوبوس کوبید بهش. توی 1996 توسط یه راننده اتوبوس حواس پرت از جاده خارج شد. ماشین فاصله 90 متری دره رو پایین افتاد و فوراً ترکید. اما فرانک توی ماشین نبود. اون تونسته بود به یه طریقی از پنجره خودش رو بیرون بندازه و از یه درخت توی مسیر دره آویزون بشه. این پایان داستان فرانک نبود. درست دیگه حادثه مرگبار دیگه‌ای رو تجربه نکرد، ولی برای آخرین بار یه اتفاق عجیب دیگر رو از سر گذروند. توی سال 2003 وقتی 72 ساله بود، با فاصله 40 سال توی مسابقات بخت آزمایی شرکت کرد و برنده شد. به این ترتیب اسمش رو توی تاریخ به عنوان خوششانس‌ترین بدشانس ثبت کرد.